چطور توی 1 دقیقه این ادیت جذاب رو برای معرفی محصول بسازیم؟ وارد این شات شو، عکس‌های مورد نظرت رو از قسمت ویدیو انتخاب کن. سایز عکس‌ها رو کمتر از 1.5 دقیقه بذار. از قسمت استیکر، عکس‌هایی که وارد کردی رو دوباره وارد کن و حذف بک‌گراند بزن. حالا هر کدوم از عکس‌هایی که بک‌گراندشون رو حذف کردی روی عکس‌های خودشون قرار بده و زمانشون رو روی 6 ثانیه بذار. بعد جای عکس ها رو جوری تنظیم کن که 3 ثانیه روی عکس قبلی و 3 ثانیه روی عکس خودش قرار بگیره. حالا برو روی اول عکس یک کیفریم بزن و عکس رو کوچکترین حالت ممکنش کن و از کادر خارجش کن. بعد برو آخر عکس یک کیفریم بزن و عکس رو درست روی عکس خودش میزون کن. دقیقاً مثل تصویر عمل کن. بعد از این گزینه یه حالت روون بهش بده. به همین راحتی. اگه از این ادیت خوشت اومد یه قلب برام بذار و توی کامنت بنویس آموزش بعدی چی باشه.